احمد ظاهر 39 سال پیش سال 1325 هجری خورشیدی در خانواده معرف فعال چشم به دنیا کشود. دوران کودکی را در آسایش و آرامش سپری نمود. تحصیلات او نخست در لیسه حبیبیه و سپس در دارالمعلمین ادامه یافت و از آنجا به هندوستان رفت و مدتی در رشته تعلیم و تربیت تحصیل کرد و پس از آمدن به کابل مدتی در روزنامه کابل تایمز و زمانی هم در ریاست افغان فیلم به کار پرداخت. احمد ظاهر پیش از آن که بر سکوی شهرت و محبوبیت قرار گیرد، سالها پیش، یعنی آنگاهی که کودکی بیش نبود، به آلات موسیقی آشنا شد و علاقه زیادی به موسیقی از خود ابراز می داشت. پدر و مادرش در این راه او را فراوان یاری می کردند و او با پشتکار و علاقمندی روانش را با نغمه ها و آوازها هماهنگی می بخشید و با سازها خلوت می گرفت و پنجه های کوچکش روی ارژن، ویلون و بر تارها و پرده های سازهای دیگر می لغزید. گاه با اصرار پدر بزم دوستانه فامیلی را با صدایش گرم می ساخت و زمانی هم در لیسه حبیبیه در حلقه همسالان در کنسرت ها چهار دیوارهای مکتب را با ساز و سرود رونق می بخشید و پیوسته اینجا و آنجا تحسین همگان را برمی انگیخت و شمار علاقمندان و خواهندگان او از همان اوان هر روز بیشتر و افزونتر می شد. و نخستین باری که از محدوده مکتب پا فراتر نهاد در کنسرتی بود که از طرف لیسه حبیبیه در کابلنداری برگزار می شد. او را احمد ظاهر را در همین کنسرت ستاره حبیبیه خواندند. باری در سال 1340 در تعمیر سابقه رادیوی کابل گروهی از آوازخوانان اماتور گردی هم جمع شدند و ارکستری تشکیل شد که احمد ظاهر هم عضو این ارکستر بود و نخستین کنسرت این گروه هنری در سینمای کابل آن زمان برگزار شد. احمد ظاهر جوان اینجا و آنجا ظاهر می شد و می رفت تا صدای دلنشینش و آوای گرمش به دلها و گوشها آشنا شود، تا دلها را به احتراز آورد و نامش را در شمار آوازخوانان قرار دهد که بعدها برای دیدن کنسرت‌هایش شور و هلهله برپا می‌کردند و بالاترین قیمت را برای تیکت‌های او می‌پرداختند و مرد و زن، پیر و جوان، دختر و پسر همه او را به خاطر صدای گرایش و آهنگ‌های جذاب و شور انگیزش صمیمانه ستایش می‌کردند و ارج می‌گذاشتند. نخستین کنسرت رسمی که احمد ظاهر به تنهایی در آن اشتراک کرد در سال 1343 بود و بعداً جسته صدای احمد ظاهر فضای سالن‌های مجلل شهر و هتل اینترکانتیننتال را پر کرد. نخستین آهنگ وی که از رادیوی افغانستان پخش شد به مطلع گر کنی یک نظاره میزیبد بود. همین نخستین قدم‌های او با نخستین آهنگ‌های او بود که احمد ظاهر جوان، احمد ظاهر اماتور جای پای در میان هنرمندان رادیوی افغانستان برای خود باز می‌کرد. زمانی که در هندوستان تحصیل می‌نمود در پهلوی درس اصلی موسیقی را هیچگاه از نظر دور نداشت و در تمام مدت 2 سالی که در آن آسمان بود پیوندش را با موسیقی محکم و محکم‌تر ساخت و علاقه چشمگیر و عمده اش را هم بیشتر به موسیقی لایت بود. انگار او موسیقی لایت را به خاطر تفننی بودنش بیشتر دوست می داشت و ترجیح می داد و از آن بعد تحصیل را کنار گذاشت و به موسیقی گرایید و این گرایش به نوعی بود که هر لحظه افزاینده و به تازه جویی های توأم بود. ضمن مصاحبه با خبرنگار مجله گفته بود: من به مسئله ابداع و ابتکار و نوآوری خیلی ارزش می‌گذارم. دوست ندارم همیشه با کهنه بسازم و همیشه برای تازه های دیگر روانم. و در سال 1345 در گفتگو با روزنامه‌نگار چنین گفته است: می‌کوشیم موسیقی غرب و شرق را با هم درآمیزیم و آشتی بدهیم و بدون خودستایی من در این راه پیش قدمتر از دیگران بودم. به هر صورت احمد ظاهر در آهنگ‌هایش واقعاً ادعایی داشته است و این حقیقت است انگار ناشدنی که بر شنونده هایش پوشیدن نیست. در قسمت بیان احساساتش باری گفته بود: بیشتر دوست دارم هنرمند باشم به شرط آنکه هنر من مورد قبول مردم قرار گیرد. به یک سخن او خودش را وقف هنر ساخته بود.
همچنانی که هنرش را وقف دوستداران هنر، آنگونه که هنرش مورد قبول نوجویان است و هر آهنگش شور دارد و نشان آهی درد دارد و لبخندی، اشک دارد و فریادی و مرهمی است که جراحت‌های مهجوران را التیام می‌بخشد و چنان دست لطیف و نوازشگر است که غبار کدورت و اندوه را از چهره‌ها می‌زداید و پنجره از شادی و هوای تازه برای انسان می‌گشاید. در سال 1351 احمد ظاهر دیگر آن خواننده جوان و اماتوری چند سال پیش نبود. صدای او دیگر همه را مسحور ساخته بود و دیگر فریادها، هلهله‌ها و کف زدنها منحصر به چند تالار مجلل و سالن‌های بزرگ نماند و بیرون راه کشید و بر قلب شنوندگان و علاقمندان بیشتر آشیان گرفت و با تار و پود احساسها و عواطف آنها گره خورد و در همان سال 1351 احمد ظاهر لقب خواننده سال را به دست آورد. احمد ظاهر وقتی میشنید که کسی به شیوه او میخواند و یا آهنگهایش را کاپی کرده است میگفت: من واقعا متاسف هستم و تأسف از آن است که میخواهند از خنجره من بخوانند. اگر بخواهند به جای احمد ظاهر خودشان باشند، بدون شک در میانشان استعدادهایی هست که خوب رشد کنند و باور شود، اما در غیر این صورت جز این که وقت خود را به هدر دهند دیگر نتیجه ندارد، چرا که مردم آواز احمد ظاهر را دوست دارند و میخواهند که این آواز را از خنجره خودش بشنوند و نه کاپی آن را از خنجره کسی که میکشد مثل احمد ظاهر بخواند. او میگفت کاپی خوانی هنر نیست. بر این ترتیب احمد ظاهر میخواست این را حالی کند که نباید مقلد بیمایه بود و پارا در بوتی دیگران داخل کرد، بلکه او میخواست بگوید آهنگهای هر کس متعلق به خود اوست و فقط خود خواننده بهتر از کسی که از او تقلید میکند میتواند آهنگش را بهتر بخواند. ولذا شعرها و تصنیف‌های را که میخواند با وسواس و مهارت عجیبی برمیگزید. کار احمد ظاهر به همین گزینش شعرها پایان نمی‌یافت. او شعر را خوب انتخاب میکرد، شعر را با مفاهیم عیانی و عاطفی تا بتواند آن را خود حس کند و بعد به دیگرانش القا نماید. و از برای همین شعرها نوحه برخورد او با زندگی به خوبی نمودار می شود. گفتنی است اگر بگویم که وقتی مرغ دل احمد ظاهر پر می زده و هوای به سرش می زده همان گونه می نموده به سیر و سفر می پرداخته، چنانچه از کشورهای هند و پاکستان تا اروپای شرقی و امریکا، ایتالیا و فرانسه، انگلستان و استرالیا و جاهای دیگر را زیر پا گذاشته، همان گونه که خودش گفته است. من در این سیر و سیاحت متوجه شدم که انسان در هر کجایی که باشد، در هر مکفا که قرار گیرد و در هر شرایطی که به سر برد، نمیتواند که غم بیگانه باشد، نمیتواند خوشبختی را به مفهوم واقعی آن درک کند. همه چیزهایی در زندگی هست که آسایش روحی انسان را سلب میکند و من نهایت آرزویم را در این میبینم که یک روز شاهد خوشبختی انسان ها باشم. احمد ظاهر خوش‌طبع و بزلگو بود. دوستان خود را سخت دوست می داشت و به گل سرخ علاقه عجیبی داشت. هر باری که در کنسرت شرکت میکرد گل سرخ روی سینه‌اش می آویخت. با این همه احمد ظاهر هر وقتی که آهنگ می ساخت و هر فرصتی که سازی را می نواخت و هر آنی که ترانه از خنجره اش بیرون می کرد با تمام احساساتش عاشق بود. اما عاشق کی؟ عاشق چی؟ پاسخ این پرسش را خودش گفته است. شاید تعجب کنی، عاشق خود عشق، عاشق زندگانی و عاشق طبیعت. اعتراف میکنم که هیچ وقت کسی به صورت مشخص در دل من و در احساس من نبوده است و اما در قسمت آهنگهایش معتقد بود که هر هنر یک هنرمند به نظر خودش زیبا و بی‌عیب است و میگفت واقعیت را باید از دیگران شنید. مردم خود میتوانند ارزش کار یک هنرمند را تعیین کنند. بله، واقعا چشم حقیقت بین مردم به درستی میتواند ارزش کار یک هنرمند را تعیین کند، بر آن داوری نماید و این مردمند که هنر را درک میکنند و هنرمندان را تایید و یا نفت می نمایند. با آنکه احمد ظاهر کمتر حاضر بود اینجا و آنجا کنسرت دایر کند، باز هم کنسرت های به نفع کنکوری زدگان
صنوف هشتم مبارزه با بیسوادی سازمان جوانان و کنسرت های در محبس زنانه و غیره برگزار کرد. غالبا احمد ظاهر در دعوت هایی که برای مصاحبه و کنسرت از او به عمل می آمد ایبا می ورزید، ولی او آخرین بار در کنسرت داوطلبانه‌ای که به نفع سازمان صلح و همبستگی افغانستان برگزار شد سهم گرفت تا آخرین دقایق علاقمندانش را در همین کنسرت ها در کنارش داشت. احمد ظاهر وقتی آوازخوان اول سال شده بود گفته بود که من با استعداد، ذوق، پشتکار و تلاش پیگیری که دارم میدانم که سال آینده و سالهای دیگر به سیستم رأیگیری باز هم آوازخوان برگزیده مردم افغانستان خواهم بود. احمد ظاهر این خواننده خوب و جوان به هنرمندان و آوازخوانان پیام کوتاهی داشت که حاوی دو نکته بود. اول اینکه غرور هنری شکست هنری را بار می آورد. دوم اینکه رقابت هنری باید سالم باشد، نه حسادت‌آمیز. و او با این پیام بر ناهمگونی هایی که در میان عده‌ای از هنرمندان موجود است خورده می گرفت. احمد ظاهر آهنگ های دیگری هم خوانده بود. آخرین آهنگ او که در استودیوی رادیو ثبت شده بود آهنگی بود به نام باده ها خالی است خالی و آخرین آهنگ هایش که ناتمام و کست ناشده ماند در حدود 14 آهنگ است که در افغان موزیک آماده ثبت بود. در آهنگ هایی که در کست ثبت کردن شعری را خوانده بود که از آن بوی مرگ می آمد، مثل اینکه خاک او را به سوی خود می خواند. مرگ من روز فرا خواهد رسید، در بهار روشن از امواج نور. و دریغ است که چی سان این شعر را احمد ظاهر آهنگ می سازد و مصداق مسجل می شود برای مرگ او و نبود او که در بهار فرا رسید. احمد ظاهر روز چهارشنبه 23 جوزای سال 1358 هجری خورشیدی می میرد، ولی درخت فردایش همان فردای پنجشنبه 24 جوزا با برگشت فقط همان یک روز برگی از کتاب عمرش ورق می خورد. و چی دردناک است که پیش از آنکه این برگ ورق بخورد دفتر زندگیش برای همیشه بسته می شود. و دردناکتر از این چی می تواند باشد که شبی پیش از مرگش که انتظار نوزاد را می کشید می خواست این نوزاد پسر باشد و گفت اگر دختر باشد نامش را شبنم می گذارم. و فردایش نوزاد دختر بود و نامش را شبنم گذاشتند و دراغا که این شبنم بر گلبرگ چهره احمد ظاهر نچکید، چرا که خودش بسان دانه شبنمی شده بود و در دهان تشنه زمین فرو رفته بود، چرا که او دیگر در گور سردی خفته بود، خفتن ابدی. و در میان فریادها و گریه های دیگران این ماتم زدگانی که در سوگ او می گریستند، گریه نوزاد به گوش احمد ظاهر نرسید و او شبنم را ندید. همه ناباورانه از یکدیگر می پرسیدند واقعا احمد ظاهر مرده؟ این حقیقت دارد که احمد ظاهر مرده؟ آره، واقعیت همین است که اتفاق افتاده. مرگ که چنگالش را کشوده بود اکنون دوباره بسته است و دیگر احمد ظاهر در میان ما نیست. دیگر ما از احمد ظاهر فقط یادهای داریم و خاطره های و دیگر آهنگ های اوست که با ماست، نه تنین صداهایش، صدای پایش که می گوید باز آمدم باز آمدم. صدای پایش نه بلکه صدای آهنگهایش. دیگر هرگز علاقمندانش و یارانش او را نخواهند دید، زیرا که او دیگر از میان ما رفت، مثل برگی در مسیر باد و مثل اشکی از چشم فرو می افتد و بر سان شبنمی که از روی گلبرگ وارونه می شود. چی کسی می تواند، آره چی کسی می تواند بر مرگ بر این آدم خار صد ببندد و بر حلقم سیاهش که می بلعد لگام بزند. احمد ظاهر مرد ولی هنرش می درخشد و نیکو می درخشد. از تک درخت کهنسال هنر برگی جدا شد و این برگ تا زمان است و تا جهان است دوباره نخواهد زد برگ شاداب، برگ بی همتا که تراوتش و برازندگیش درختی تناور موسیقی کشور ما را همیشه بهار ساخته است. چه اشکها که بر تابوت گلبیز او نریخت، چه فریادها و چه زجه ها
چه ملتمسانه در پیشا پیش جنازه او فضا را انباشته نساخت و چه دلها که به خاطر او نتپید و به خاطر احمد ظاهر، به خاطر صدایش، به خاطر حرکات و تند و چابوکش در رویستهش و به خاطر هنرش، هنری پرآوازه و غوغا برانگیزش. به هر بهار برآرد گلی ز بوستان سر، گلی برفت که ناید به صد بهار دیگر.